جان بیور، نام کتاب ترس و هیبت خدا. 34 رو در رو. بیایید به مرد دیگری در عهد عتیق نگاه کنیم. در رابطه‌اش با خدا دوست خوانده می شود. خداوند با موسی رو در رو سخن می گفت، چنان که کسی با دوست خود سخن بگوید. خروج 23:11. تقریبا غیر قابل درک است که کتاب مقدس از عبارت رو در رو در توصیف دوستی مشترک خدا و موسی استفاده کند. به خاطر داشته باشید این خدای متعال است، نه کسی در خیابان یا حتی یک شخصیت معروف. آیا عظمت این جمله را درک می کنید؟ این اصطلاح صمیمیت فقط یک بار استفاده نمی شود. بار دوم زمان استفاده می شود که خداوند از ترس هارون و مریم به خاطر انتقاد از موسی عصبانی شده است. او با قاطعیت اعلام می کند او در همه خانه من امین است. با او روبرو سخن می گویم، آشکارا و نه با رمزها، و او شمایل خداوند را نظاره می کند. اعداد 12:7-8. این که خدا بگوید او امین است یکی از بزرگترین تعریف هایی که یک انسان می تواند دریافت نماید. این امر بینش عمیق تری در رابطه با دوستی با خدا ارائه می دهد. بنیان اعتماد به چیز باعث اعتماد خدا می شود. اطاعت بی قید و شرط، همیشه آنچه را که خواسته شده است انجام دادن، صداقت مطلق، همیشه به قول خود عمل نمودن. تزلزل ناپذیر، همیشه خواست خدا را در اولویت قرار دادن. شناخت قلب خداوند، همیشه در تصمیم گیری ها اراده خدا را انتخاب کردن. ثبات در هر 4 مورد بسیار مهم است. اگر یکی از این موارد نقص شود، توبه سریع و خالصانه شما را در مسیر بازیابی اطاعت و اعتماد قرار می دهد. ترس مقدس این پایداری را در هر 4 موارد ایجاد می کند و موسی در همه موارد در سطح بالای قرار داشت. در این فصل تمرکز ما روی 3-4 مورد خواهد بود، یعنی شناخت و انتخاب همیشگی قلب خداوند. زندگی موسی را در نظر بگیرید. 40 سال اول زندگیش مملو از ثروت فراوان، بهترین غذاها، لباسهای مد روز، بهترین دارایی‌های مادی و هر گونه لذت مطلوب بود. او در خانه شگفت‌انگیز زندگی می‌کرد. هیچ کس بر روی زمین ثروتمندتر با قدرتمندتر از پدر بزرگش فرعون نبود. با این حال می‌خوانیم او آزار دیدن را بر لذت زودگذر گناه ترجیح می‌داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزش‌تر از گنج‌های مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. عبرانیان 1:25-26. موسی انتخاب کرد که از همه چیز دست بکشد. او می توانست در قصر خدا را خدمت کند. او به دنبال پاداشی بود که ماندن در مصر نمی توانست آن را فراهم نماید. آیا آن پاداش سرزمین موعود بود؟ نمی توانست چنین باشد، زیرا سرزمین شیر و عسل چیزی داشت که او قبلا در اختیار نداشته باشد. برای کشف آنچه بیشترین آرزوی موسی بود، بیایید زندگی او را پس از قصر در نظر بگیریم. آیا انتخاب او برای ترک همه چیز عاقلانه به نظر می رسید؟ آیا شرایط زندگی او بهتر از شاهزاده ها بود؟ در مصر بود که به جای حکومت بر مردم برای 40 سال گوسفندان را در بیابان نگهداری کرد. نگهداری از گوسفندان اینقدر طولانی، سپس او یک فرایند بسیار پر استرس و طولانی را برای رهایی قوم خدا از دست فرعون تجربه می کند. اما به همین جا ختم نمی شود. اکنون او را در چادری در یک بیابان خشک و پر از چالش های بزرگ تر می بیند. مردمی که او آنها را رهبری می کند ناراضی، ستیزه و جو و کاملا ناخشنود از رهبری او هستند. در این میان خداوند به موسی پیشنهاد می دهد که مقدار زیادی از استرس و آشفتگی او را کاهش می دهد. او به موسی دستور می دهد که مردم را جمع کند و به سرزمین موعود ببرد. او یک فرشته برگزیده را برای هدایت آنها و بیرون راندن
همه امتهای مخالف تعیین می کند. خداوند به موسی یادآوری می کند که سرزمین غنی و حاصلخیز خواهد بود. اما در نهایت اعلام می کند اما من در میان تو نخواهم بود. خروج 33:3. لحظه مکث کرده و با آنچه را که موسی به مردم و هر روز با آن روبرو می شدند در نظر بگیرید. آنها هیچ گونه تنوعی نداشتند. هیچ دره زیبا، رودخانه جنگل، خاک، حاصلخیز باغ، باغچه و مرتع نداشتند. هیچ کس حمام گرم نگرفته بود. در یک تخت راحت نخوابیده بود. لباس تازه نپوشیده بود یا از خرید در بازار لذت نبرده بود. منوی غذای آنها کاملا کسل کننده بود. بدون میوه یا سبزیجات تازه، بدون ماهی یا گوشت گاو، بدون دسر، فقط نانی که در هر روز صبح روی زمین ظاهر می شد، بدون کره، بادام زمینی و مربا یا ساندویچ سرد، هیچ چیز دیگری. بردهداری در مصر و وحشتناک بود، اما سرگردانی در صحرای خشک هم بهتر از آن نبود. در هر دو شرایط بسیار دشوار بود، اما به شیوه گوناگون. با این حال قوم اسرائیل در آن بیابان امید دارد. سرزمین خودشان سرزمین غنی، حاصلخیز و زیبا که نسل آنها منتظر آن بودند. آیا می دانید تصور کنید که کلام شگفت‌انگیز خدا را بشنوید؟ قطعاً موسی آن را میپذیرد. یا عجله از کوه پایین می شود و خبر بزرگ را به همه اعلان می کند. مردمش جشن خواهند گرفت. بار دیگر او را به عنوان یک رهبر بزرگ ستایش خواهند کرد و همه با خوشحالی سفر مورد انتظار خود را به سرزمین موعود آغاز خواهند کرد. به این حال پاسخ موسی به پیشنهاد خدا را بشنوید. اگر روی تو با ما نیاید، ما را از اینجا مبر. خروج 33:15. منظور موسی از اینجا کجا بود؟ جایی که در آن با سختی، استرس و دشواری مواجه بود. موسی پاسخی داد که برای افراد ناگاه حیرت انگیز و حتی گیج کننده است. او در اصل اعلام کرد اگر مجبور باشیم بین حضور تو و برکت تو یکی انتخاب کنیم، حضور تو را انتخاب میکنم. اما چرا؟ شما می توانید در غیاب کسی درباره او بدانید، اما نمی توانید او نزدیکتر و صمیمی شوند. این پاداش آرزوی موسی بود. ممکن است بپرسید چرا خداوند خوشنود بود که موسی از انجام آنچه به او گفته شده بود سر باز زد. موسی قلب خود را به میشناخت و در نظر بگیرید. آیا تا به حال به کسی که دوستش دارید پیشنهاد داده اید که برود و کار مفید یا لذت بخش در راه فقط برای خودش انجام می دهد؟ و صادقانه پیشنهاد داده باشید، اما او شما را با این جمله شگفت زده کند: نه ترجیح من این است که با تو باشم تا به این بدون تو لذت ببرم. چونون پاسخ کمیاب، مسرت بخش و بسیار شگفت انگیز است. موسی از خدا می ترسد، بنابراین آنچه که برای خداوند مهم بود همیشه اولویت در او بود. او با تمام وجود اراده خداوند را انجام می داد. بنابراین مورد اعتماد خدا بود. او مردمی که او آنها را هدایت می کرد، او این گونه نبود. در مزمور می خوانیم او راههای خود را به موسی آموخت و اعمال خیش را به بنی اسرائیل. مزمور 3:1-7. کتاب مقدس می گوید که خداوند نقشه خود را به موسی نشان داده و به عبارت دیگر اسرار خصوصی او بر موسی فاش شد. اما نه برای قوم اسرائیل. آنها خدا را فقط در طریق پاسخ دادن به دعایشان میشناختند، یعنی اعمال او. امروزه چند نفر از ایمانداران خدا را تنها بر اساس اجابت دعایشان میشناسند. رابطه آنها با او بیشتر معامله است که رابطه صمیمانه آنها کلام خدا میشناسند. اما قلب او نه. کتاب مقدس اغلب برای آنها همانند کتاب قوانین و روایت‌های تاریخی است، یا صرفاً به عنوان منبع الهام بخش، یا حتی بدتر مجوز هست برای انجام کارهای غیر اخلاقی به جای ارائه حقایقی که زندگی را تغییر می دهد و قلب خدا را آشکار می سازد. موسی و بنی اسرائیل هر دو پارسا بودند
و هیچ متفاوت بر ابراهیم و لوط نداشتند. اما تنها کسانی که از خدا میترسند حق دارند قلب او یعنی شخصیت اسرار نقشه او را بشناسند. چرا خدا به موسی اعتماد میکند اما قومش اعتماد نمیکند؟ زیرا خدا میدانست که موسی همیشه قلب خدا را بر آنچه که برای او بهتر به نظر میرسد ترجیح میدهد. این ترس مقدس است. کتاب خروج میخواهیم وقت اسرائیل گوساله را ساخت، خدا با عصبانیت اعلام کرد: اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله‌ور شد. ایشان را بسوزانم، آنگاه از تو قوم عظیم به وجود خواهیم آورد. خروج 32:10. بار دیگر خدا پیشنهاد قابل توجیه می‌دهد تبدیل شدن موسی به یک ملت بزرگ باور نکردنی است. اما موسی چگونه پاسخ داد؟ او یک بار دیگر بهترین را برای خدا انتخاب کرده؟ نه، خودش. او جسورانه این پیشنهاد را به یاد آوری شهرت خدا نزد مصر و جهانیان به چالش کشید و چنین استدلال نمود: دیگران میگویند خدا به قومش وفادار نبوده است. این تأمل آنقدر عمیق شد که موسی صراحتاً گفت: منصرف شده. آیه 12. او آنقدر جرأت داشت که وقت خدا عصبانی بود با او بگوید نظرش را عوض کند. این اتفاق زمانی می افتد که از خدا بترسید و در نتیجه قلب او را بشناسید و بهترین های او را بخواهید. به همین دلیل است که خدا به موسی اعتماد کرد، اما با او وجودی که قوم خود را نجات داد و به آنها اعتماد کرد و او با قدرت مردم را به چنگال مصر نجات داد، اما قلب خود را با آنها به اشتراک نگذاشت. آیا این شرط دوستی برای فرزندان خدا در عهد جدید نیز صدق می کند؟ در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت.